نشنویدید بیان. سلام فرشانی، خوش اومدین به پارت جدید از سری آموزش لغات انگلیسی به سبک جدید. جون جونم بیا در رد جونم، شب مهتاب سیتا باز میخونم. امروز یه روش جدید میخوام بهتون بگم که کلمات از ذهنتون فراموش نشه و اونم روش طبقه بندی ذهنی هستش. هایی که گفتی یعنی چه؟ و دقیقا این پارت رو به همین روش ساختم که این روش رو یاد بگیریم. شما توی این روش یک پک از یک موضوع رو انتخاب میکنید. مثلا پک امروز که واسهتون آوردم اعضای بیرونی بدن هستش. قبل از اینکه آموزش شروع کنم اعضای بیرونی بدن رو توی ذهنتون تصور میکنید و به صورت طبقه بندی توی ذهنتون نگه میدارید. مثلا اولین کلمه از این طبقه بندی امروزمون بازو هستش که بعد از این که با مثال واسهتون توضیح دادم توی ذهنتون مرور میکنید و واسه خودتون توضیح میدید همراه با معادل انگلیسیش. اینطوری هیچ وقت کلمات رو فراموش نمیکنید. من بازم از این روش ویدیو میسازم. اگه به موضوع خاصی علاقه دارین حتما توی کامنت ها بگین تا واسهتون بسازمش. خب بریم سراغ آموزشمون. Let's go. چی یاد گرفتی اینجا؟ هویج گوجه فرنگی. arm یعنی بازو. اوف استیلو. hair یعنی مو. خیلی جالبه برام، تا حال فکر نکردم به beard یعنی ریش. خوشت اومده؟ نه مرچی. خفه شو بابا. خوشت اومده؟ خفه شو بابا. خفه که خوشت اومده، خوشم نیومده. face یعنی صورت. چقدر از تو لجن من بدم میاد. به یه ورم. neck معنیش میشه گردن. آدم بیشعور نفهم. ear یعنی گوش. ببین وقتی داری راجع به بچه محلای من حرف میزنی بدون بزرگترش کیه. این محل بزرگ داره، خوب داره، خوبیش به تو نمیرسه. nose یعنی بینی. ببین اون دختر خانم ها چه من مسخره. خب به انا mouse یعنی دهان. waist معنیش میشه کمر. این کمره دیگه شاپنره دیگه خود کمره دیگه در سر کجا خوندی. abdomen یعنی شکم. هایی که گفتی یعنی چه؟ یک به قرآن به هوا خاک مادرت
hand یعنی دست. توجه شدی؟ مغزم نمیکشه. lip یعنی لب. چرا اینقدر بیشوری؟ چرا اینقدر گاوی؟ chain یعنی چانه، همون چونه. فهمیدی؟ میفهمم. foot یعنی پا. body معنیش میشه بدن. finger یعنی انگشت. اینو همه دیگه میدونن، همه. خب به انا